با عرض سلام و خسته نباشاد هموطنان عزیز. موضوعی را که امروز در نظر گرفته ایم و یک موضوع بسیار مهم است. عنوانش همی هست که چرا افغانستان نسبت به کشورهای همسایه خود یا سایر کشورهای جهان بعد از عصر جمهوریت یک کشوری ناکام بوده و نتوانسته که یک نظام پایدار داشته باشه مثل سایر کشورها، مثل پاکستان، هندوستان، ایران یا دیگر کشورهای دورتر مثل افریقای جنوبی، مثل ترکیه. اینها یک نظامی تأسیس بکنه که خود در حد و توانایی خودش این قسم یک نظام بچرخه و دوامدار باشه. و همیشه ما در تحول و زندگی میکنیم و مصیبت دامنگیر این مملکت در طول تاریخ خصوصا در این 44 سال آخر است. این سوال است که همگی بیننده های عزیز من مطمئن هستم که پاسخ این سوال میخواهند. در این رابطه تاریخ نگارا زیاد حرف زدن، دوستا فرهیخته و دانشمند زیاد مطالعه دارند، ولی من میخوام که با عامه مردم و حتی با اهل قلم و دانش هم همین نکات اساسی را که این سوال پاسخ میگه که چرا ما اینجوری یک ملتی هستیم و اینجوری یک کشوری هستیم که نتوانستیم سری پای خود بیستیم. که پاسخ ما علل و انگیزه های امی ناکامی و بدبختی است و پاسخ به این سوال است که مطرح کردم. اول، تاریخ افغانستان اگر ایره بعد از عصر احمد شاه بابا از 1747 اگر آغاز بکنیم، به استثنای خود احمد شاه بابا دیگه بازماندگان از او، فرزندان از او، کسانی که بر این ملک حاکم بودند، مردمان کاریزما، مردمان موفق یا لیدرشپ های قوی و فوق العاده نبودند که کشور که در اون زمان به نام اگه خراسان بود یا احمد شاه بابا افغانستان نامش گذاشت که از تقریبا سند و هند و تا به کنارهای ایران این خاک پهنا داشت، در اصل حاکمیت های ضعیف، ناتوان و کوچک این خاک کوچک شد و به این جغرافیا محدود شد و فرزندای از او در جنگ های داخلی، گرفتاری ها و تعصبات بچه امکی این کشور خرد کردن و کوچک کردن که اینجا موضوع ما موضوع تاریخ نیست. با جزئیاتش داخل شدیم و ما به سرحدی رسیدیم که تا بالاخره در افغانستان میای امیر عبدالرحمن خان یکی از نمایندگان یا خاندان دوباره حاکم میشود و این افغانستان را به همین جغرافیای فعلیش جمع جور میکنه و با یک مشت آهنین این افغانستان را میسازه. و همین خاطر افغانستان در تاریخ شاهیش هم بعد از احمد شاه بابا به استثنای خود از شخصیتی واقعا بزرگ و توانایی بوده، بسیار تاریخ درخشانی نداره. جزئیات شما در کتاب های تاریخ مشهور که در افغانستان از دو مراجعه بکنیم. دلیل دومی تهداب سستی جامعه افغانستان و کشور افغانستان عقده استعمار و دشمنی درونی انگلیس است که انگلیس ها در شرق و در آسیا افغانستان اولین کشوری بود که زنگ استقلال را به صدا در آورد. 3 جنگ همراه انگلیس ها داشت. انگلیس ها در مقابله با افغانستان شکست خوردند و افغانستان سرآغازی استقلال خواهی و زدودن استعمار بود که باز هم جزئیات در تاریخ بخوانید که انگلیس ها از این ناحیه هنوز هم عقده های بسیار تاریخی دارند و او هیچ وقت فراموش نکردند. اگر غیر مستقیم هم بوده نخواستند که افغانستان به عنوان یک کشوری پیشرو، یک کشوری توسعه یافته، یک کشوری موفق همیشه در تاریخ باشه. که ما در این رابطه عمو تقابل های حکومت انگلیس زمان انگلیس و روسیه تزاری وقت در ویدیوهای اولی امی چنل از خراسان تا افغانستان با بس گرفتیم که سرحدات افغانستان چگونه تأسیس شد که در اون ویدیوها شما مراجعه بکنین، یا کدام علل و انگیزه باعث کوچک شدن خاک افغانستان شد، باعث تجزیه افغانستان شد. ما ویدیوهای مفصل در ارتباط داریم، با شما مراجعه بکنین در امی چنل ما. و بسیار مهم و فکت سوم یا دلیل سومی که افغانستان نتونسته سری پای خود بیسته که ما زیاد سری مسئله ترکیز میکنیم و تقریبا این ویدیویی مرا امی مسئله تشکیل میده، توضیح مسئله که افغانستان نتونسته و شاید در آینده ها هم نتوانه که
به عنوان یک کشوری مستقل به سوی توسعه و رفاه و آرامش برود. این نداشتن یک معمار ملی در عصر استقلال یا عصر نوین افغانستان که بعد از 1919 از استقلال در زمان امان الله خان شروع میشه و نداشتن یک معمار ملی است. به این معنا که کشورهایی که در عصر جمهوریت تأسیس شدند و نظام نو جمهوریت یا شایعه مشروطه را در او بنیان گذاشتند، اون نظام ها برای خود یک معمار ملی داشتند که از بخت اینه که از اونها این شخصیت ها فکرشان، سعی صدرشان، ذهنشان، حکمتشان به حد تأسیس یک دولت و شناختن یا فهمیدن ارزش ها و مقومات یک دولت بوده و یک ملت بوده توانستند که یک تهدابی را، یک نقشه برای ملت های خود یا برای کشورهای خود طرح‌ریزی بکنند که ولو که اگر با مشکلات هم همراه بوده ای در اصل و اصول دوام بیاوره و اصل نظام در اثر تحولات اندک از هم نپاشه. که شخصیت های معمار ملی معمولا شخصیت های فیلسوف، حکیم، دانشمند و سیاستمدار می باشند که من مثال هاشم در جریان بحث ایره براتون میارم که افغانستان فاقد یک چنین شخصیتی بوده. خب طوری مثالش گفتیم که تا دوران استقلال افغانستان که از زمان امیر عبدالرحمن خان بازی را اگر شروع بکنیم، امیر عبدالرحمن خان بچه و عبدالله خان که افغانستان نیمه استقلال داشت، یعنی استقلال داخلی داشت ولی استقلال خارجی نداشت، سیاست خارجی از او بر اثر موافقه و توافق با انگلیس این صورت می گرفت تا اینکه امان الله خان پسر عبدالله خان آمد و به عنوان بانی استقلال افغانستان گویا اینکه استقلال افغانستان از انگلیس ستاد. که در این مسئله کمی ترکیز میکنیم که امان الله خان نمیتونست که یک شخصیت کاریزما باشه. چرا؟ به این دلایل کوچکی را که ذکر میکنم، در این دلایل کوتاهی را که در اینجا ذکر میکنم. امان الله خان اول به قدرت رسیدن امان الله خان و به شاهی رسیدن امان الله خان بر اساس غدر و خیانت بنا شده بود. از نگاه فلسفه و دیدگاه اسلامی، فلسفه اسلامی و عقیده و باور اسلامی، هر جریان، هر مملکت، هر دولتی که به اساس غدر و خیانت پایه از او بنیانگذاری شود، دوامی از او، رفاهی از او و شکوفایی از او بسیار بعید به نظر می رسد. به این معنا که امان الله خان که بر روایات قوی تاریخ در اثر سازش مادرش و با اثر تأثیر بسیار بلندی سپهسالار نادر خان، حبیب الله خان پدری امان الله خان در کلگوش پغمان کشته شد. صحیح است که حبیب الله خان مشکلات شخصیتی خود داشت و اداره از او، اطرافیان از او، خانواده از او بیزار بودند، ولی هر چی که بود یک شای قانونی مملکت بود و مملکت یک اداره داشت و باید به اساس غدر و خیانت دیگه صورت نمی گرفت. در نهایت میشد که مثلا خلق قدرت بکنن یا از راههای یک درست و معقولش یک نظام را برپا بگذارن به اساس غدر که یک شاهی را که مشروعیت داشت با وجود تمام مشکلاتی اخلاقی و خانوادگی و چیزایی که داشت ایرا کشتن و باز در پای کشتن ازی که من ایرا از روایت موثق باز براتون کتاب یاد داشت میتونم، باز چی کردن؟ آمدن قاتلین اصلی از ایرا رها کردن. همونشان نادر خان کسی را که با تفنگچه در کلگوش به سری امیر عبدالله خان زد، او را رها کردند و چند بیگناه دیگر را گرفته بودند یا پیرادارای از او را و باز در روز اعلام استقلال در جلال آباد اگه اشتباه نکنم باز امان الله خان اینا را به عنوان قاتلین پدر خود اعدام کرد. تفصیل این گپ شما در کتاب افغانستان از امیر عبدالله خان تا محمد هاشم خان که نوشته ظفر حسن آیبک است و ترجمه استاد فضل الرحمن فاصل، بسیار ترجمه خوبی هست و این کتاب هر کسی که به تاریخ علاقه داره باید بخونه که ظفر حسن آیبک یک جوان هندوستانی است که در خانواده نادر خان کلان شده آمده بود، از مجاهدین هندوستان در وقت استقلال افغانستان آمد و فرزندان نادر خان درس میگفت و این کتاب بسیار کتاب مهم موثق است که تمام چشم دیده های خود در روایات موثقه بی‌طرفانه در این کتاب نوشته کرده و ظفر حسن آیبک شخصیت مهم تاریخی است که ارتش اردوی نوینی ترکیه را در ساختنش سهم داشته، بعد دوباره باز به افغانستان آمده که در ساختن نظامی عسکری و نظامی افغانستان بسیار دستی بالای داشته. کتاب حتما توصیه میکنم بخونید. افغانستان از امیر عبدالله خان تا
تا محمد هاشم خان، نوشته ظفر حسن آیبک، ترجمه استاد فضل الرحمن فاضل. خب این یک دلیلی به قدرت رسیدن مولا خان در اثر غدر و خیانت. دوم، بعد از اینکه امان الله خان مردم افغانستان از قدرت راندن و این تصرفات غیر حکیمانه ای که از سفرش به انگلستان رفت و دوباره آمد و یک نظام و جریانی را شروع کرد که با روحیه مردم، با روحیه زمان خود، در جزئیات مثلا نمی‌پیش میره، همتون در دار میفهمین کی را از افغانستان مردم راندن و ملت قیام کرد و این رفت. امان الله خان اینمو حکمت و توانایی را نداشت که برای آینده خود یک نقشه درستی را ترسیم بکنه. این رفت و باز بالاخره امیر حبیب‌الله کلکانی به قدرت رسید و نوماوو حکومت کرد و بعد از او هم دوباره باز هم در اثر غدر و خیانت و مر کردن در قرآن کریم دوباره آوردن و او را نادرخان اعدام کرد با همراهانش و سنگ بینای یک حکومتی ظالم مستبد قدرتمند گذاشت. این به اساس از اینکه بنای یک مملکت به اساس ظلم، به اساس غدر، خیانت گذاشته شده باشه، باز در او شخصیت کاریزما ظهور نمیکنه و شخصیت مخلص و حکیم و ملت تبار در او کم میآید. خب نقل تاریخ میگذاریم، میریم به اصل موضوع که بعد از اینکه کاکاهای محمد ظاهر شاه بعد از کشته شدن نادرخان که به قدرت رسیدن، محمد هاشم خان با یک مردی بسیار آهنین، ظالم، دیکتاتور که تمام سرها و قدرت‌هایی را که مخالف نظام بود، ما تفسیر دهی نمی‌کنیم که خوب بود بد بود، اینا را سرکوب کرد و نابود کرد و بالاخره نظام خود مستقر ساخت و برادر دیگرش محمد شاه محمود خان که آدم نرم بود، مردم افغانستان ایرا به اصطلاح تک و تکمار، یعنی یکیش مردم ظلم میکرد، دیگرش میاد مردم دلاسا میکرد. خب به هر صورتی بود این یک نظام 40 ساله را برای برادرزاده خود برای محمد ظاهر شاه بنا گذاشتن. محمد ظاهر شاه در 20 سال اول قدرتی نداشت، بعد از او هم دیگه 20 سالی که قدرت به خودی از این تکیه کرد، آدم هوشیار شد، آدم بود که به رشد خود رسید، با وجود از اینکه صد سوادش پایان بود، اما آدمی بسیار نرم، آدمی بسیار مردم دار، آدمی که در قلب‌های اکثریت مردم جای داشت، با وجود از اینکه در زمان از این توسعه، رفاه، پیشرفت نکرد، ولی در 20 سال یا 2 دهه آخری دوره ظاهر شاه سنگ بینای تعدادی یعنی بنیادهای اقتصادی افغانستان مثل سرک‌ها، مثل پروژه‌های برق، ولو که اندک هم بود، گذاشته شد و این نظامی توسعه یافته میرفت. اگر این نظام دوام پیدا میکرد امکان ازی بود که این به نفع افغانستان تمام شود، که بدبختانه کمونیست ها آمدن و کمونیست ها کودتا کردن. اول داوود خان به همکاری پرچمی ها و خلقی ها و تبانی با روسا کودتا کرد و این نظامی که ولو ضعیف هم بود 150 ساله شاهی افغانستان سقوط داد، نظام به عقب برگردان، یعنی انقلابی کرد که باز انقلاب سر خود داوود خان خورد و بعد از اون دیگه شخصیت های آمدن که هیچ وقت مستقل نبودن، که ترکی آمد و ببرک آمد و ترکی آمد و امین آمد و ببرک آمد و نجیب آمد و اینها همگیشان کسانی بودند که در طول همین تاریخی که من مختصر کردم هیچ کدام از اینها شخصیت های کاریزما نبودند، معمار ملی نبودند، شخصیتی نبودند که همه این ملت افغانستان یا اکثریت قاطع ملت افغانستان در پلوی از اینا باشه و مورد تایید همگی باشه. و این علت اساسی ناکام بودن یک ملت، یک کشور، یک جغرافیاست که سالها دردشه یا شاید دهها دردشه ملت باید بکشن، که امی پوینت است که نداشتن یک معمار ملی. این حال حاضر به خاطر توضیح این مسئله که امی مثال میگن برای توضیح این مسئله است، منطقی ها فلسفی ها میگن من مثال های از بعضی کشورهای طور مثال است، حتما 100% نیست که امی مثال مطابق یا 100% با ممثل باشه، ولی من مثال های رژیم میارم که کشورها چه قسم معمارهای ملی داشتن. در همین پاکستان که امروز در 44 سال دشمنی میکنه با این ملت آرام نمیگذاره، اهداف خود تعقیب میکنه و واقعا یکی از پایه های بدبختی 44 ساله افغانستان با وجود همه تجاوز اتحاد شوروی و انقلاب کمونیستی و اینها پاکستان است. این پاکستان که بنا شده عمر بسیار کوتاه داره، یا مثلا 70-73 سال عمرش میشه و جدا شده از پیکره هندوستان. شخصیت هایی داشتن مثل محمد علی جناح، با وجود از اینکه بعضی شخصیت های سیاسی دانشمندی میاد برای مسخره میگیرند، ولی محمد علی جناح شخصیت ساده ای نبود. ما در شخصیت از اون نمیپیچیم، ولی یک شخصیت دانشمند، نبضی زمان خود، مردم خود، ملت خود میدانست، مطالعه داشت، آدمی باسوادی بود.
و هم علامه محمد اقبال که معمار اصلی ملی پاکستان علامه محمد اقبال است. به این معنا که امو فلسفه وجودی این کشوره که کشور بر اساس یک فکر، بر اساس یک فلسفه سیاسی و الهیات سیاسی که باید مملکت دوام بکنه، علامه اقبال اشعاری علامه اقبال، کتاب علامه اقبال که نه تنها برای پاکستان که حتی برای بینای امت اسلامی اگر بخواهند به عنوان یک آدرس و یک رفرنس میشه از او استفاده کرد که یک ملت چه قسم به آسایش میرسه، یک تفسیر بسیار درست، یک تفسیر بسیار مدرن، یک تفسیر بسیار روشن از اسلام، از باورهای اسلامی، از سیرت نبوی، از قرآن کریم این مردکه ارائه کرده و باز خصوصا برای ساختن یک ملت شعارهای از او، اشعاری از او سالها میتوانه که تغذیه فکری و معنوی یک ملت باشه. مثل علامه اقبال واری دیگه از جمله شخصیت ها زیاد هستن. خب من اینجا به خاطر اختصار ویدیو نمیخوام از همه نام ببرم. شخصیت های مثل سید احمد خان بریلوی که مقلب به شهید است که یک آدم دانشمند و فیلسوف و اسلام شناسی بزرگی است در ایران داشتن. دیگه از شخصیت های باز سیاسی و نظامیشان لیاقت علی خان که همراه با قائد اعظم در تأسیس پاکستان، اینا شخصیت های ساده نبودن، در حد خودشان در وطن خودشان شخصیت های بسیار کلان و قوی بودند. دیگه جنرال ایوب خان که بعد از او قدرت گرفت، باز در این زمان معاصر در زمان جهاد افغانستان که جنرال ضیاء الحق، خب این ملاحظاتی که به افغانستان چه قرار ضرر رسانده گپای را ما با شما هم راستم این قبول که، ولی برای افغانستان شخصیت مثل جنرال ضیاء الحق یک شخصیت بسیار چی بود و قبل از او خود ذوالفقار علی بوتو شخصیتی بسیار دانشمند، شخصیت بسیار حقوقی، با وجود از که باورهای مثلا با اسلامیزه ساختن جامعه خود نداشته، اما با مو فکری غربی یعنی سکولاریستی که متمایل به سوسیالیسم بود، یک آدم شخصیتی ساده نبوده. در کتاب دختری ازی به نام دختری شرق خاطراتی بی‌نظیر بود، شاید او کل گپ همه چیز راست نباشه ولی اکثریتش راست است. در این کتاب شما میتونید که شخصیت بوتو را بخوانید و بعد از او با شخصیت دختری ازی را بی‌نظیر بوتو را، اینها شخصیت هایی هستند که در تاریخ افغانستان ما اگر داشتیم هم در سیاست نبوده. ما اگر شخصیت ها را داشتیم در سیاست و در جریان سیاسی برای اینا اجازه داده نشده و اینها شخصیت های ساده را بودن. در تاریخ افغانستان ما شخصیت های خوبی مثل جمال الدین افغانی، مثل صلاح الدین سلجوقی و شاید ده ها نفر دانشمند و فیلسوف و چی داشته باشیم، اما اینا در سیاست زیاد نقش نداشتن و از اول همراه با چی نبودن و به حیث معمار ملی اینا چی نمیکردن. یک مثالی را که اینجا فراموشم شد که از تیورسرهای استقلال افغانستان و بعد از او که اداره وجود ساخته که زیاد تاثیر سر امان الله خان داشت، خصوصی از او محمود طرزی بود که را تمام تاریخ تایید میکنم. محمود طرزی در این شکل نیست یک آدم نویسنده، یک آدم دانشمند و شاعر و گپا بوده ولی هیچ وقت در حد اقبال نبوده، در وقت حد یک معمار ملی نبوده. امو سعی صدری را، امو توانایی حکیمانه بزرگی را نداشته که یک ملت در گرد خود در گرد امان الله خان به یک فلسفه وجودی مداوم جمع بکنه و قناعت مردم حاصل بکنه که جزئیاتش در تاریخ بخارید. محمود طرزی آدمی خوب بود یعنی تا رکسدی ولی یک در سطح معماری ملی نبوده. یا یک مثال دیگه از هندوستان دارم که اینم برای ما جالب است که به خاطر ویدیوی ما ویدیوی تاریخی و علمی است. این براتون میگم که در استقلال هند مهاتما گاندی که گاندی نه تنها یک شخصیت در سطح هندوستان است، در شخصی تمام ملل دنیا که علاوه بالله بلا تشبیه را برای پیغمبر آزادی میگن که آزادی هندوستان در اثر مبارزات صلح‌آمیز گرفت و تاریخی گاندی به عنوان یک شخصیت تاریخ بشر قابل خواندن است و آدم بخواند. بعد از او جواهرلال نهرو که جانشین ازی بوده و دو دوره رئیس کنگره و مثلا صدر اعظم هند بوده، دقیق نمیفهمم دوره جواهرلال نهرو آدم ساده ای نبوده، ما شیفته نوشته های عزیزتون به خصوص کتابی از اینه که به نام نگاه به تاریخ جهان در 3 جلد است که نوشته کرده و یک ایرانی به نام محمود تفضلی نوشته کرده. من ایران به شاگردان تاریخ و حتی به شاگردان جامعه شناسی میره توصیه میکنم که را بخوانند که ترجمه از یک متن بسیار بلندی فارسی است و این برایشان بسیار مفید است و همچنان این بسیار هنرمندانه تاریخ شرق، تاریخ هندوستان، حتی تاریخ افغانستان و همین خصوصیت ها و سایکولوژی ملت ها را در این تشریح کرده. خصوصیت های زبان عربی را، زبان فارسی را، رسم الخط عربی را در این کتاب توضیح داده
جواهرلال نهرو بنیانگذار یا معمار دوم ملی هندوستان است. دیگه شخصیت های زیادی دارن، مثلا چند تاشون بده یا نامش یادداشت کردم، به نام پندت شرما که در 1911 در آگرا تولد شده. بعد از او به نام میرتقی که در فبروری 23 مثلا در آگرا قبل از گاندی و اینا تولد شده و اینا شخصیت های بسیار دانشمندی بودن که افکاری از اینا تاثیر بر گاندی داشته و گاندی در اثر خواندن و نوشته های از اونا این مبارزه خود پیش برده. بعد از او به نام متیلال نهرو که در 1861 تولد شده. اینها همشان افکارشان در تاریخ هندوستان بر گاندی تاثیر داشته و جواهرلال نهرو و گاندی افکار اینا را خواندن و صدها شخصیت دیگه که شما اگر برین سرچ بکنین در هندوستان پیدا میکنین که کشورها به اساسی معمار ملی یا معمارهای ملی بنا شده که فکری بسیار کلان داشتن. در ایران که تاریخ ایران بسیار زیاد برای مردم افغانستان، برای تاریخ شناسا ضرور است که باید بخوانند. تاریخ ایران که از شاه اسماعیل صفوی به بعد اگر مطالعه بکنیم در 880 هجری که به قدرت رسید و مردم ایران به زور و به ضرب چماق شیعه ساخت و مذهب تشیع را در ایران فراگیر کرد. بعد از او آخرین شاه از او تا شاه حسین صفوی که اینا آمدن دوره صفوی را شما مثلا بخوانید، اینا شخصیت‌های ظالم بودن ولی شخصیت‌های ساده نبودن. اینا برای ساختن یک ملت، برای جمع کردن یک ملت بسیار شخصیت‌های بزرگی بودن که در اون زمان به نام قرچغای خان که از سپاهیان نظامی از او، علاوردی خان گرجی، امام قلی خان که سردارهای جنگی از او بودند و در زمانی خودی از او که بسیار زیاد نقشی اساسی داشتند و دانشمندا بودند، مثل حسین خانساری، میرداماد، فیضی کاشانی، شیخ بهایی، ملا صدرا و علامه مجلسی. اینا شخصیت‌هایی بودند که در نظام تاثیر داشتند. افکارشان شنیده میشد و اینا برای بنا و معمار یک ملت یا ملتی مثل ایران واری اینا بسیار نقش اساسی داشتن که بازم جزئیات نمیگیم، شما در تاریخ را برین. در آخرم باز در زمان نادر افشار که نادر افشار به نام نادر کبیر یاد می شود در ایران که این تمامی سرزمین هایی را که افغان ها در زمان 4 شاه هوتکی، میرویس خان و شاه عبدالعزیز خان و شاه محمود خان و اینها که تا اصفهان سرزمین های ایران را گرفته بود، دوباره نادر افشار تمام این سرزمین ها را گرفت، آمد باز قندهار را تسخیر کرد، سالهای سال در یک بخش از افغانستان حکومت کرد. آدمی ساده ای نبوده. فقط یک طوری مثال برای توضیح این مسئله را یاد کرد نادر افشار. خب در دوران قاجار هم آقا محمد خان قاجار، فتحعلی شاه قاجار، محمد شاه قاجار، ناصرالدین شاه قاجار، اینا بسیار، خصوصا ناصرالدین شاه قاجار، اینها زیاد فکاهیات دارد از زندگیشان، اما اینها شخصیت‌های در اطرافشان مثلا محمد تقی خان فراهانی به نام امیر کبیر داشتند که شما شخصیت امیر کبیر اگر بخوانید بفهمید که امیر کبیر میتونه که یک امت بسازد، چی برسه که به ایران بسازد. با همین خاطر تاریخ افغانستان فاقد شخصیت‌ها در سیاست بودند. با این خاطر ما از این ناحیه رنج میبریم. خدا نکنه که شما فکر کنید که ما ملت خدا کم بزنیم، سرزمین خدا کم بزنیم، ولی جوانان ما، نسل آینده ما در اثر دانستن واقعیت ها میتونن که در روشنایی قرار بگیرن و علل و انگیزه عقب ماندگی و بدبختی کشور ما را متوجه شوند. شما باید حتما تاریخی شخصیت را که نام گرفتم، اقبال، جواهرلال نهرو را، گاندی را و محمد تقی خان، امیر کبیر فراهانی را شما مثلا بخوانید که مظلومانه با اون که از طرف قاجار شهید شد، ولی این شما بخوانید. بعد از اینکه آمد در خانان پهلوی که رضا شاه پهلوی که از 1925 تا 1941 پادشاهی کرد، پدری محمد رضا شاه پهلوی، پدری محمد رضا شاه پهلوی، باز خودی محمد رضا شاه پهلوی از 1941 تا 1979 که حکومت کرد. یعنی ببینید در ظرف از 1925 که شما بگیرید تا 1979 در ظرف 50 60 سال هیچ تحولی در کشور نیامده و همیشه حکومت کرده با تمام توانایی و ناتوانیش یک ملت به سوی رفاه و آسایش. یعنی در وقتی که شاه رفت جامعه ایران و کشور ایران نسبت به افغانستان بسیار پیشرفته و مدرن بود. بعد از که دوباره باز بعد انقلاب شد از شاه، شخصیت‌های در این کشور مثل امام خمینی، مثل خامنه‌ای، مفکرین اسلام مثل آیت الله منتظری، امام خمینی خودش هم از جمله متفکرین جهان اسلام و صاحبی یک مکتب به حساب میآید، آیت الله منتظری مثل خود خامنه‌ای و معلمای بسیار زیادی که جانم نمیبرم مثل دکتر علی شریعتی، افکاری از اینا برای ساختن یک جامعه، برای ساختن یک دولت
بسیار افکار کلان بوده. به این خاطر ما در تاریخ افغانستان بازم میگم که فاقد همچنین شخصیت‌هایی بودیم و اگر بودنم در سیاست کسی حرف از اینا را نمیشنید. و اگر یک مثال کوچک هم در آخر بحث خود ما از دنیا بتیم که در دنیایی که فعلا حکومت‌هاشون پابرجاست و این حکومت‌ها در عصر جمهوریت میچلند، شخصیت بنیانگذار روسیه را از تزار شخصیت مثل لنین، یک فیلسوف بسیار استئیسم ماتریالیسم کافر بوده، ولی یک شخصیتی که لنین هنوز افکاری از او، شخصیتی از او، کاریزمای از او در دنیا مطالعه می شود و او تانست که در اندک زمان افکار خود در 48 کشور دنیا انقلاب برپا کنه و مردم کتاب‌های از او را، فلسفه از او را، ادبیات از او را بخوانند و همراهانه از او. و دیگه همچنین ما در حق بودن، ناحق بودن، ظالم بودن، نابودن شخصیت، ولی در ظرفیت شخصیت از اینا بحث کار داریم. بعد از اون ماو در چین که آمد، انقلابی کمونیستی را که در چین پیاده کرد، و در افریقای جنوبی نلسون ماندلا که او را به عنوان یک شخصیتی بین المللی افکاری از اون مثلا خوانده می شود، این تو شخصیت را داشتن. یا مثلا در جنگ ها و بعد از تاریخ جنگ های دنیا، دوگل مثلا جنرال دوگل در فرانسه، و اگر کمی دورتر بریم اون طرف در قاره امریکا، جورج واشنگتن در امریکا، جان آدامز که بعد از اومد به قدرت رسید و شخصیتی بسیار کاریزما که اکثر رؤسای جمهوری نوی امریکا را میخواهند که او الگویشان باشه، مثل ابراهام لینکن. این ملت ها و جمهوریت ها این شخصیت ها را دارند که ما در مجموع ملت افغانستان و کشور افغانستان فاقدی همچنین یک تاریخ فاقد در این شکل نیست که ما در تاریخ شخصیت های بسیار خوبی داشتیم. اگر به هر دلیلی که بوده اینها را نگذاشتن که مثلا حکومت بکنن، یا ملت در همون صد نبوده، یا باز هم می‌بینیم خودشان توانایی زیر نداشتن که خود بر بالای جامعه تحمیل بکنن و افکار خود تحمیل بکنن به شکلی که مردم با سینه بازو را قبول بکنن. این ویدیو محکمی دراز شد، با بزرگوارتان ببخشید اگر پراکنده صحبت کرده باشم و یا حرفایی باشه که اینجا چی نباشه، چون در اثر مستقیم گپ زدن و چیز متدیک و ریزوار آدم نمیداره که تاریخ تشریح بکنه. این بود علل و انگیزه هایی که افغانستان در تاریخ گذشته تا به امروز از اون رنج میبره و افغانستان فعلا هم فاقدی یک شخصیت کاریزماتیک مثل شخصیت هایی که نام بردم هست که تمام ملت اون را به عنوان محور قبول بکنه و اطراف از او جمع شود، با امید روزی که ما همچنین یک شخصیت داشته باشیم. و سلام، تشکر از توجهتان و از وقت گذاریتان. ویدیوهای ما را لایک کنین، شیر کنین و در این برنامه ها شریک شوین. برای ما ایمان بودین که با برای شما زحمت بکشیم و بحث تهیه کنیم. و سلام.